شکیرا با کی ازدواج کرده بود؟ پیکه ذلیل مرده. دیدی چجوری خیانت کرد؟ آدم به شکیرا خیانت میکنه. بعد می چجوری فهمیده بود شکیرا؟ چجوری فهمیده راستی؟ از مربا، شیشه مربا رو خب اومده یه مربایی داشتن توی یخچال که نه خودش دوست داشته نه بچه‌اش. میاد میبینه مربای خالی شده. اون زلیل مرده دوست داشته. آره اون خورده بوده، میگه خب ما که هیچ کدوم نمیخوردیم، پس تو یکی آوردی. واقعا از مربا فهمید شکیرا رو آدم دلش میاد بهش مثلا خیانت کنه. ما نمیدونیم شکیرا تو خونه چه جوریه. خیلی اخلاقش خوبه. مهربون، به خدا همه چی تموم. جنیفر به جنیفر هم خیانت شد. آخه باورتون میشه شما؟ چرا باید به این زن خیانت کرد اصلا؟ اینقدر جذاب. بعد میخوایم به ما نشه. راست میخوایم خیانت نشه. آخه من میگم به هیچ کس نباید خیانت بشید. به هیچ کس. ولی آخه واقعا اون دوتا خیلی خوبن. الگوان اون دوتا.